بر ارتباط تفلکی که خطاب شد در مزار شریف فکر میکنم که همدرد صاحب کدام پیام داره میشه که بشنویم. خدا کنه خبر خوش باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. شاغل رئیس اداری هیئت عود ملت قدرمن و استازو، جناب رئیس قسمی که شما هم در جریان هستین، تقریبا 45 روز میشه طفل 9 ساله از طرف اختطافچی اختطاف شده و ویدیوهای بسیار دلخراش به فامیلش روان میکنه، مگر متاسفانه تا هنوز سرنخی از طرف مسئولین امنیتی به دست نیامدن. ما جناب رئیس پیشنهاد میکنم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ قانونی یک هیئت از طرف ولسی جرگه تعیین شود و به مزار بره و با خانواده عبدالرؤوف جان و خصوص با قومای ترکمن ما از اونجا ملاقات کنه، چون اونها احساس میکنن که امو سیستمی که در بلخ حاکم است به ضد از اینها کار میکنن و برادرای ترکمن ما در ولایت بلخ ایت احساس میکنه که اداری محلی با اینها احساس بیگانگی دارن. پس پیشنهاد مایی است که یک هیئت با صلاحیت بره اونجا این موضوع را بررسی کنه، چون اکثر وقت که ما دیدیم در بلخ متاسفانه پلیس در خوبترین وضعیت نظاره‌گر همچو اعمال است و در بدترین وضعیت شریک اینمی اختطافچی است. پس پیشنهاد مایی است که امروز یا فردا یک هیئت به ولایت بلخ بره، هم با مسئولین هم با این مظاهره‌چی‌ها ببینه تا یک راه حل برشان پیدا کنه. تشکر.